رامیز را بشنویم در باب تاپیک برنامه 2 دقیقه. سلام علیکم جوان امروز کامرا هم زدی، خوش آمدی. تشکر پویای عزیز از اینکه مرا وقت دادی که چند دقیقه همراه شما بحرفیم و صحبت های داشته باشیم. بچیم چه باش دیگه. خوش هستم که همراه شما صحبت هستم. کوش جان بیادر، خودت یک جوان هستی و باعث یک جوان وطن ما هستی و هم زبان ما هستی دیگه. به این خاطر دمی باب برنامه اگه من صحبت کنم، اول خودت ناباور هستی. من مثال میتونم که موجودیت خدا رو برای دمی 30 ثانیه برات ثابت میکنم. مثلا بیا از فلسفه ها و از مثال های کتاب ها و تیوری ها و فرضیه ها یا تیر میشیم. سر یک مثال ساده مثلا انسان دو چشم داره، درست است؟ دو چشم داره در صورتی که ضرورت شاید به 6 چشم می داشت. مثلا اگه یک چشم دهی بغل می بود، یک چشم دهی بغل، یادت هم در پشت سر عنکبوت که 8 چشم داره. خب به این خاطر که ضرورت انسان است، نه ضرورت است و انسان باید منطقا عقلا باید از 4 اطراف خود با خبر باشه که از کجا سرش چی میایه و از او خطره که ناگهانه سرش میایه از خود دفاع کرده بتانه. پس اگر منطقا یا عقلا فکر کنیم، کی تصمیم گرفته که انسان دو چشم داشته باشه؟ یا به نظر خودت ذاتی است؟ همت پیدا شده. الان از این تیر میشم یک مثال دیگه برات میتم. سیکم کوش جان، مثال خب بسیار زیاد است. مثلا امی ایوانایی که ما شما استفاده میکنیم، ای در قرآن مثالش آمده. میگم کسایی که فکر میکنن که کل چیز خود به خود پیدا شده، میگه ایره فکر نمیکنن که می اسب ما چطور هم ساختیم که دمی 4 دوبر اسب شما یعنی به حساب از اسب استفاده میکنین. یا مثلا شما کشتی که در دریا در بحر میره، ایره فکر نمیکنین که کشتی چطور در بحر میره. خب میگم ما براتان امی شرایط محیطش مهیا ساختیم که کشتی در بحر بره، درست است؟ اینال در یک قسمت دیگه از قرآن که آیه سری قرآن از کال در تلفن مگادر است شگفتی برات میکش و مایرم برات میگم که به عربی است. الله پاک خاص کسایی که ایمان ندارن و کسایی که یا ایمانشان ضعیف است میگه ای انسان میگه طرف درخت سیکو. درخت یعنی چوب، از چوب میوه تازه و شیرین میرویه، درست است؟ بدون از این که تو اندکترین سهم در ساختن از او داشته باشی. کوش جان متوجه سی مثاله؟ از چوب میوه مبرایه. میوه یعنی عقلا نه؟ از چوب چطور میوه مبرایه؟ کوش جان متوجه سی مثاله؟ این خدای پاک الله پاک مستقیم مثال میزنه به خودت یا به اشخاص هم مثال خودت. میگه از چوب چطور میوه مبرایه؟ از چوب چطور میوه مبرایه؟ نه از چوب خشک و سخت. متوجه استی؟ مثال بسیار دقیق. میگه بدون از اینکه باز تو اندکترین سهم در ساختن از او داشته باشی، درست است؟ بازم میگه فکر میکنی که خدای وجود نداره؟ باز چی میگه؟ میگه منطقا و عقلا بیندش که چی میکنی. آیه سری قرآن اسیره همین چیزی که من برات گفتم یه می رقم است. یه تو نیست که من چیز از گپ از دل خود اضافه کردم. در تمام قرآن آوردی که منطقا بیندش من برنامه را میبندم. کوش جان دوست عزیز، تو خو یک جوان هستی که ما سعی که اگه کم سخت‌تر کتت برم شاید از پیشم یک کمک واره آزرده رقم شوه یا یک نه سخت نرو دیگه. از این خاطر ما یک کم نرم کتت میرم به این که جایگاهی باشه که خودت گپ بزنی و پیش میری. رامیز جان همین 2 دقیقه که خودت صحبت کردی، 2 دقیقه که صحبت کردی، من باور دارم به این که از ما کرده بیشتر از یک برنامه ما کرده بیشتر تو روشنگری کردی. تو فکر نکن که همه انسان ها کا خورده باشن و مثل تو فکر بکنن. انسان هستن، عقل دارن، منطق دارن. فکر میکنی که بزرگ هستن، اما با کسایی که میدونن حرفای بزرگ نیست. حرفای بسیار کودکانه است. میدونی عزیز من، الان ما برات دلیلش هم میگم، گوش کن. هر چیزی گفتی من حفظش کردم در اینجا. چون استدلال های اگر یک بچه 16 ساله را بگویی من میگه چیز فراتر از تو یا تو چیز فراتر از اون نداری. متوجه هستی؟ اینا رو ببین دلیلش چی است. دلیل اول، در قرآن نگفتم منطقاً فکر کنید، گفته فکر کنید، گفته عقلاً فکر کن. منطقاً نگوین. منطق چیز دیگه است، عقل چیز دیگه است. منطق علم است عزیز من. عقلاً گفته. عقلاً تا قبول دارم، پس منطقاً نداری. و چی فرق شده؟ به خاطر
عزیز من منطق علم است، عقل پروسه مغز است، دو چیز متفاوت. منطق علم است. خب خداوند مردم به علم مگر دعوت کرده. خب موجودیت خدا برات ثابت شد یا دگام مثال برات دگام ثابت؟ من گفتم برابر یک بچه 16 ساله بود دلایل صدقه شما. اجازه بده که برات بگم که چرا. حالا من دارم نقد میکنم. مثال اولی را که بیان کردیم مسئله دو تا چشم که شما دو تا چشم این پس خدا وجود داره. ما بیایم بگیم جولاگک عنکبوت 8 تا چشم داره پس خدا وجود داره. چشمای مثلا سوسمار با پشت سرش دور میخوره پس خدا وجود داره. نه خیر عزیز من، اینا دلایل برای اثبات وجود خدا نیست. اینا دلایل علمیشون در طبیعت چیزی ما داریم به نام گزینش طبیعی یا نیچرال سلکشن. نیچرال سلکشن پیامدش چی است؟ پیامد و پیام نیچرال سلکشن ای است که اندامی که امروز بشر داره با همین اندام تنها میتونسته بقای خودش را حفظ کنه و تنها همین گونه باقی ماند که با همین اندام بود. به همین خاطر ما زیادتر از 15 گونه بشر داریم که منقرض شدن، تنها ما باقی ماندیم. به نام نیچرال سلکشن با ادپشن است که در طبیعت صورت میگیره و ما باقی میمونیم و ربطی به خدای شما نداره. حالا جولاگک هم میتونست با 2 تا چشم باقی بمانه. چرا به او 8 تا چشم داده خدای شما؟ اضافه داشته چشم از جیب خود کشیده به او داده. که دلیل منطقی نیست. نه منطقی است، نه علمی است، نه عقلی است و هر آن چیزی که خودت معیار برای پذیرش میگیری اونا رو رد میکنه. حالا مسئله اندام بشر، سیستم عصبی بشر، اینها دلایل خودشان را داره. این مبحث علمی هست. شما باید در برنامه بیایید از این کتابی که به نام قرآن هست چند تا دلیل نقلی برای اثبات وجود خدای سوزانه. خدایتان پوست را کباب میکنه، خدایتان آشپزخانه جور کرده در جهنم که مردم را بسوزانه. چرا؟ چون میگه من بی‌نیاز هستم. تو که بی‌نیاز باشی من که کافر باشم چرا قار میشی خیر؟ نه از دلایلی که تو میتونی ما را قناعت بدی، نه اینکه تو 2 تا چشم داری پس خدای ما وجود داره. این بچگانه است تقریبا. میرم به مسئله که درختت از چوب خدا میوه میده. خب بسیار عالی، سعیده. ما هنوز فرق میان یک چوبی را که در دستک خانه تون است با درختی که از سلول های زنده ساخته شده نمیدونی. اون مرده نیست، اون سلول هست. مثل که در بدن تو سلول هست، فقط مسئله یوکاریوتی و پروکاریوتی سلول ها هست. سلول های گیاهی، سلول های حیوانی. تو در بدن سلول حیوانی از زنده هستی، گام میزنی، میری طرف و طرف، تنفس میکنی، تولید مثل میکنی. اون در بدن سلول های نباتی هست. و چوب کدام دستکی نیست که در بالا باشه که بازو بگیره خدا براتون میوه بده. هر وقت دستک خانت برات میوه در روی چت آویزان کرد و خوردی، اون زمان میتونی سخن را بگویی. حرفت کاملا ناموجه است. مسئله کشتی به مواد سوخت نیاز داره، به انرژی نیاز داره. خدا کشتی را عین نمیکنه. یا کشتی بادی است که به باد نیاز داره. علت باد هم گردش زمین است، نه خدا. عدم آگاهی شما از علم باعث ایجاد خدا در ذهنهایتان میشه. و کشتیه که به طور مثال مواد سوخت نیاز داره، مواد سوختش خلاص شوه، خدایتان میتونه؟ خدایتان میتونه اون کشتی را ای کنه؟ نمیتونه. مواد سوخت مردم پول میتونه مصرف میکنه که برای سیر سفر کنه. شما میگین خدای ما کشتی را ای میکنه، یعنی چی؟ بازم ناموجه. پس من خواهش میکنم برای اثبات خدایتان 1-2 تا دلیل خوب پیدا کنید. بیای نه که برای ما چوب میوه میده. دستک خانه طالب برات میوه داده؟ نه. خب درخت چوب نیست عزیز من. درخت از گیاه هست. آخر رسیده. دلیلش بگی. دلیل اول کوجا نوت کو پیشد آیه رامز جان فلان حرفی دلایل را که تو گفتم بچگانه بودن. بچگانه یک ما بگم رامز جان بشنو یک لحظه. در صنف 7 مکتب از ساعت بیولوژی گریخته باشه، رفته باشه اسکریم خوردن. دلایلت به اون مردم ها میمونه. صدقه چم تو بیولوژی نخوندی هنوز نمیدونی چرا. رامز جان بشنو یک لحظه. رامز جان بشنو یک لحظه. امیر از ما بشنو. رامز جان امیر رامز جان لطفا باز مرا 30 ثانیه بشنو بیادرک. مرا باز پایین مندازی. خب باز این کار خوب نیست. نه پایین نمیندازم. خب من میخوام من چیزی برات بگم بدون از اینکه تو پایین بزنم. امیر بشنو 30 ثانیه وقت تمام شده بود لالا. نه من جواب دارم. نه بگا پاش جواب دارم. خب من نمیگم که تو جواب نداری. از مرا بشنو که من چی میخوایم 30 ثانیه بگم. من امروز خودت مخاطب نیست. امروز کاوش مخاطب هستم. اجازه بدید من میگم حرف مرا باید 30 ثانیه تو بشنوی بعد مخاطبت کاوش باشه. من داخل میشنم. داخل اجازه است. ان دلیلا رو با کاوش جان بگیم که نه اجازه نیست. باید 30 ثانیه حرف مرا بشنوی یا باید بری پایین. نه پویا جان این باز مرا نمیمونی دیگه. نه باز گریز از دیگه. خب اجازه بده که من چی میگم دیگه. نه 1-2 دقیقه وقت ضایع شد. همین گرفتن چی فایده؟ خب 2 دقیقه وقت ضایع کرد به خاطر که 30 ثانیه را نشنوه. اول نوت دلیل اول که چقدر اول ما برای اطفال
چرا شما نمیخواین گفتگو کنید؟ سپاس لالا مایک تو باز نکن، تو حرف مرا باید 30 ثانیه بشنوی. دلایل را که گفتی من ردشان کردم، خودت هم شنیدی، خوش خودت هم آمد. اینا لالا برو پایین، اینا از پایین بشنو. خب بدرک تفلک دخترک اون شیرینت نازنینت منتظرت است. برو را ببر بیرون، یک پارک ببر، یک آیس کریم برش بخر. این حرفایی رو هم که کاوش برات گفت، یک دونه آیس کریم برای خودم بخر، مغزت یک کمک زر سرد شوه و روی حرفای کاوش یک کمک زر فکر کو. نیم ساعت بعد برگرد بیا در برنامه بالا شو، هم دخترکت چکر میبری، هم خودت، همو تمپراتوری بدنت میای پایین، حرارت بدنت، بعد بیا صحبت کن، صحبتایت هم میشنویم. حالا چرا جنجال داری؟ همیشه ما گفتیم پویا جان که بی علمی و دور بودن ما از ساینس و از علم باعث ایجاد خدا میشه، یا خدای عرب یا زئوس یا کرشنا یا میدرا یا هر خدای دیگه ای که باشه. ببینید کسی که هنوز فرق میان دستک خانه خودش را که چوب است و درخت نمیدانه، مجبور است بگه از چوب خدا برای ما میوه میده، در حالی که وقتی ما چوب میگیم در وادی بیولوژی درخت خوب از سلول ساخته شده. فرقی با بدن ما، روابط سلولیش خب درست است، شاید فیزیولوژی و آناتومی فرق داشته باشه، فیزیولوژی و آناتومی سلول های گیاهی و نباتی، یعنی یوکاریوتی و پروکاریوتی. پس این دلیل بودن نمیتونه که از چوب چون میوه میبره خدای ما وجود داره. نه لالا، اینا بسیار ناموجه هستند. گفتم باید این سخنان را که تو وقتی میگی در کلاس صنف 7 بیولوژی یا بیولوژی وقتی در افغانستان درس میخوندی، مکتب میخوندی، 100% مکتب گریزی کردی، 100% از مکتب گریختی و ننشستی اونجا که گوش کنی چرا میوه ها، چرا درخت ها میوه میتن، ثمر میتن. ما درخت بی ثمر داریم، درخت ثمردار داریم، ما گیاهان داریم که دانه میرویانن، چرا گیاهان چون این دانه هایی را میرویانن، چرا ما نسل های متفاوت گیاهان داریم. اینا دلایل علمی دارن، اینا در سیر و تکامل ایولوشنری گیاهان نهفته است. یک دو تا کتاب بخونی دیگه این دلایل را برای اثبات خودت نباید بیاری. ما تشکر میکنم، اما در آینده چنین باز حرف زدن بزرگ اینا رو ببین نوت بگی، یادداشت بگی. من شاید به اندازه در باب کتاب‌های دینی شما اطلاعات داشته باشم که اگر تمام شب‌هایی که تو تحقیق کرده باشی، خوانده باشی، اونا رو جمع کنی برابر یک شب جمعه پویا جان یا یک دوست دیگه نشه. اما ما که پیشونیتان خود ما را بزرگ نمیگیریم، کوشش میکنیم که خدمتگزارتان خود معرفی کنیم و براتون شانس گفتگو میدیم، دیگه شما سر شانه ما نبرید. سر شانه ما نبرین، خوب نیست. من مطالعه در باب اسلام به اندازه کافی دارم که بتونم باطلش کنم. اینی برای من کفایت میکنه که من اسلام را پیش روی هر کدام شما میتونم باطل معرفی کنم. به همین خاطر بجای از اینکه شما بیاین از اسلام دفاع کنین، میرین به طرف درخت چرا چوب میده، سوزن چرا سوراخ داره، برف چرا سرد است، آب چرا نوشیده میشه. اینا دلایل خوب نیستن برای وجود خدای شما. پس من خواهش میکنم که این موضوعات را نیارین در آینده. سپاس. مقصد الله شبای جمعه مرا مثال نزن که من در کشور اسلامی هستم، شبای جمعه بسیار طولانی است چون روز جمعه از با رخصتی است. بریم طرف جان بشنویم. پویا جان دوستان را در بالا بونو وقتی جان صحبت میکنم.